اقدامات حمایتی دولت برای رفع فقر مطلق در سال جدید استمرار خواهد یافت. رئیس جمهور در نشست کارگروه رفع فقر مطلق با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: اولین مشکل ما این بود که بفهمیم اصلاً تو ایران کی در فقر مطلق به سر میبره. چون مردم که غرق ناز و نعمتن، کارگرها که خدایی میکنن، معلما که پادشاهی میکنن، کشاورزا که پول از سر و کولشون بالا میره. خلاصه کلی کارشناسی کردیم تا بالاخره دیدیم ای دل غافل، این مقام عظما و سپاه پاسداران و هیئت دولت و علمای اعلام هستن که تو فقر مطلق به سر میبرن. بیچاره ها اصلا صداشون هم در نمیاد. شما دیدید این برادرای پاسدار ما اصلا اغتشاش کنن؟ دیدید علمای اعلام آشوب را بندازن؟ بندگان خدا هر کدومشون یه گوشه‌ای با اخلاص و قناعت تمام برای خودشون اختلاسشون رو میکنن، صداشون هم در نمیاد. سربازان گمنام ولایت هم که در امر خیر اختلاس با هم رقابت میکنن. آقا اینقدر در پهنه اختلاس دست زیاد شده که پول کم اومده اصلا. فقر مطلق که میگم اینه. من از مردم خواهش میکنم که هرچه سریعتر قبوز آب و برق و اینا رو واریز کنن، مالیات بدن، جنسا رو گرون بخرن تا هم فقر مطلق ریشه کن بشه، هم گرهی از مشکلات مسئولان خدوم باز بشه. ما هم در عوض به ملت غیور ایران قول میدیم که شیوه های جدید و نوینی برای اختلاس کشف کنیم. همین الان به رغم تبلیغات دشمنان ما دستاوردهای کلانی در عرصه بین المللی داشتیم. مدتی پیش ژاپنی ها دستگاهی اختراع کردند که کارش گرفتن دزدها بود. همین دستگاه رو برداشتن بردن آمریکا، در مدت 1 ساعت 7 تا دزد رو گرفت. بردنش استرالیا ساعتی 8 تا دزد رو گرفت. بردنش کانادا. آقا کانادا با اون همه ادعا ساعتی 10 تا دزد گرفت. همین دستگاه رو آوردن ایران، سربازان گمنام ولایت و سپاهیان جان برکف در عرض 10 دقیقه خود دستگاه رو دزدیدن. یعنی میخوام بگم ما به چنین نقطه‌ای رسیدیم. و السلام علیکم و سید علی بابا و 40 دزد بدذات.